این جمله رو قطعا خیلی جا شنیدین که برخی خانم‌ها میگن بعضی مردها حقشونه که بهشون خیانت بشه. ببین خانم عزیز، شاید از همسرت صدها بار دلت شکسته و بارها تو رو ناامید و دست رود بلند کرده. یه عمر خانواده‌اش رو بهت ترجیح داده، خسیس بوده، حتی بهت خیانت هم کرده. شاید روزهای خیلی سختی رو هم در کنارش گذروندی، اما با خیانت کردن به شوهرت تو در وهله اول به شعور خودت خیانت کردی. چون وقتی متأهلی و رو حساب این که از همسرم متنفرم میری با یه مرد دیگه وارد رابطه میشی، اون مرد هم مثل همه مردها دید خوبی بهت نداره. پیش خودش میگه که این چه زنیه که شوهر داره ولی منو هم قبول کرده. میاد به صورت نمایشی باهات همدلی و نیازهات رو موقتی حل میکنه، اما از یه جایی به بعد احساس خطر که میکنه یا اصلا تنوع طلبه، به بهونه اینکه زنم شک کرده رهات میکنه. اون وقت تو میمونی و وابستگی سمی که به این آقا پیدا کردی. شاید حس کنی که از همسرت انتقام گرفتی، اما اون فردی که ازت مثل دستمال کاغذی استفاده کرد و انداختت کنار، تو هم داغون میشی. اینو بدون، حق هیچ زن و مردی خیانت نیست. یا برو پیش مشاور مشکلت رو حل کن، یا اینکه برو طلاقتو بگیر. وسط در نمون، دلتون شاد و زندگیتون پر از آرامش.